سلام بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 23 دکبر. یک شرکت مخابراتی خارجی میگوید دادستانی کل تاجیکستان از شرکت تیسل، یکی از شرکت‌های پایبند آن، خواسته است به آنها دستگاه‌های معاصر شنیدن مکالمه و نظارت بر گفتگوهای تلفنی را بدهد. شرکت تلیاسنر شویتسیا که بخشی از سهمیه‌های شرکت تیسل تاجیکستان را در دست دارد، روز 22 دکبر با نشر بیانیه در این باره خبر داد. با گفته تلیاسنر، دادستانی تاجیکستان بعد اسیان خونین عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر به شرکت با چنین درخواست مراجعت کرده و گفته است که این دستگاه ها را برای تحقیق جنایت های وزنی از جمله ردیابی و معلوم کردن حضور شهروندان تاجیکستان در صف گروه های بین المللی تروریستی استفاده می کند. دادستانی کل تاجیکستان در این رابطه اظهار بی‌اطلاعی کرد. مقامات امنیتی تاجیکستان بر ضد عبدالله حبیبوف، ژنرال بازنشسته و معاون سابق وزیر دفاع، با اتهام اشغال خودسرانه زمین و ساختمان خودسرانه پرونده جنایی باز کردند. با گفته مقامات تفتیشاتی، عبدالله حبیبوف در یک محله مرکزی دوشنبه نزدیک به بینای افتوکزال برای ساختن مسجد قطعه های زمینی را اشغال کرده است که به او تعلق ندارند. خود عبدالله حبیبوف گفت پرونده جنایی غرضمندانه است. قرار است محاکمه دادگاهی عبدالله حبیبوف روز 28 دکبر برگزار شود. ژنرال مستعفی تاجیک آخری سالهای 90 به حیث معاون وزیر دفاع کار کرده و 2 دفعه وکیل پارلمان تاجیکستان هم بود. دولت قرقیزستان مذاکرات درباره استخراج یک کان مهم طلا با شرکت سنترا گولد کانادا را با ذکر حفظ منافع ملی باز داشته است. حکومت قرقیزستان شام 22 دکبر گفت برای بیشتر کردن فایده از حساب استخراج کان طلای قمتار پیشنهاد میکند تا ساختار کارخانه مشترک قمتار عوض شود. اکثر سهمیه‌های قمتار را شرکت سنترا گولد در دست دارد و حکومت قرقیزستان میگوید این شکل تقسیم عادلانه نیست. کان قمتار یکی از بزرگترین ذخیره‌های طلا در آسیای مرکزی به حساب می‌رود و درآمد آن تقریباً 7.5% مجموع محصولات داخلی قرقیزستان را تشکیل می‌دهد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی به حالت آماده باش آورده شوند. امامعلی رحمان روز 22 دکبر در نشست سران کشورهای عضو در شهر مسکو پایتخت روسیه گفته است وضع منطقه مرکب و پیشگویی نشونده است و کشورهای عضو پیمان باید به این تهدیدهای امنیتی همه‌جانبه آماده باشند. با سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی تاجیکستان و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان، ارمنستان و جمهوری بلاروس شاملند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از پیوستن جوانان کشورهای آسیای مرکزی به صف گروه‌های تندرو به مثل گروه دولت اسلامی ابراز نگرانی کرده و خواسته است برای جلوگیری از این تمایل منفی چاره‌های ضروری اندیشیده شوند. تا کنون بیشتر از 500 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند. کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان تا 19 ساله در تاجیکستان در نتیجه یک صدمه نقلیاتی سخت مجروح شده است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 23 دکبر خبر داد که علیشر سفروف را در نزد خانه‌شان در شهر دوشنبه روز 20 دکبر ماشین زده است. در این حادثه چند قبرغه علیشر شکسته است و طبیبان مجبور شدند با عمل جراحی سپرز او را بگیرند. معلوم نیست علیشر سفروف دیگر باره به میدان فوتبال برمیگردد و یا نه، ولی با گفته طبیبان به جان فوتبال بازی جوان خطر تهدید نمی کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.